سلام به برنامه دندان انبور خوش آمدین. من سیتراستم، باز هم با غذاهای دلخواه شما. امروز آشپز را داریم که شمتلو جان بر ما غذا پخته میکنه و غذایی که پخته میکنه ببینیم که چی پخته میکنه. ما برای شما یخنی جور کردیم. یخنی جور ما برای شما یخنی جور کردیم. یخنی بدون است که قزلاق یک جای کردیم. بیارین دیگه من گوشت هستم. لا جان همین جاده کجا میره؟ والله من 20 سال است همین جاسم ندیدم جاده جای رفته باشه. که دا کابل نیول اشنا د ماشومانو کار وی او یا د تورمخو بې غیرتو پنجابیانو کار وی. اوس به روسانو خراسان کې حکومت کولو، موږ به په رام رام د بوتانو عبادت کولو. دنیا را سیاست خراب کرد، ما را رفیقای نامرد. بیا بچیم تو را گوشتنگی خراب کرد، بیا نامتون بیا. مړو بشم ظالمه چې کوي د سترګو جنګله زه د کړم मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता. मेरे हालात ऐसे हैं. احسان جان اگه من بر صدر بابتم چی میکنی؟ هیچ نمیکنم، بیغم دم جیب خود میمونم. برای خیلی هیچ استفاده کنه نمیتونی. مرا پیسه ما پاس بده. ما بگی بچین شد پیسه می کلیت فقط قوطی نماگن دیدم پوزید. برو این خب بر ما پیسه نداده بود. پیسه بر بده چی شد؟ سلام جانم، خوب هستی؟ یک مارچت کنم. تو نفری داری بچیم؟ بله. برو ما چی کردیم؟ هیچ بزن مرا. نه بزن مرا. بابا چرا شیرخون هستی؟ سرکی من عاشقی رامینه و نجلا و سویلا اخ دل داده این ناغیده و نسرین فریبا. یوره میفهمی؟ جان دختر باید گندمی باشه. چرا سفید؟ سفید که است زود چرک میشه. تو چه دستان با چوری گیران دارم؟ میفهمی برید دور پارا بگده گرد دادم خودت دیگر خونی میکنی. این کار ثواب کرده با چرا گیران میکنه خیر؟ کشواد من خودم از پدرم گدایی کرده بودم دور پرا. بله بچیم، عکس به خاطر خواستگاری دخترم رای کرده بودی؟ کاکا جان رای کرده بودم. بچیم عکس تا یک ساعت سعی کردم باور که هیچ خوشم نامدی، خوشایند نیستی. بچیم پیشتر عکس تا به خانمم نشان دادم. خود چی گفت خوشی جان کاکا؟ گفت چی را نشان ندیدی ای صبح و وقت کل روز مال خراب تیر میشه. بچیم پیشتر عکس تا به نوکر خانه ما نشان دادم. کاکا جان چی گفت نوکر خانه تان؟ چی گفت خانه را اعلام کرد، گفت من رفتم روزگارم خراب شد. ما به مردم منطقه نشان دادم، مردم منطقه را اعلام کردن. داخل به دخترم نشان دادم. کاکا جان دختر چی گفت؟ دخترم چی گفت؟ ضعف کرد. از خوشی؟ نه از غم. او منحوس. برو یگان روز خودکشی کن. میخوای یک نصیحت برات کنم؟ بله بکو. گدایی کو تا محتاج مردم نشی. لالا راجع دختر یک شعر بگو. چوشم اسبه علم باید گداخت که به آرایش نتوان دختر را شناخت. دانه تا که بود واره پای نکنم اگه بانم.
استاد اجازه است بیایم داخل؟ او بچه تو چرا باز نو آمدی؟ استاد موترم خراب شده بود. تا تاکسی ملی باز می آمدی؟ استاد امیر ما هم گفتم دختر نازدانی تکلیف آمده در تاکسی ملی بس نمیاد دختر خان صاحب.